соҳибкорони ноҳияи Данғара аз ҳамаи шароиту имкониятҳо васеъ истифода бурда дар раванди ободкорию созандагӣ саҳми назаррас гузошта истоданд, то ки ба ҳадафҳои миллии ҳукумати ҷумҳурӣ расида рушди устувору босуботи кишвари азизамонро таъмин созанд ва рӯзгори ҳар як хонадони Тоҷикистонро аз имрӯза дида беҳтару хубтар гардонанд. طبق نقشه چاره‌بینی‌های تعرضی گردیده مسئولان جماعت دهاتی سیبستانی ناحیه دنغره کار در این سهم وسعت تازه پیدا نموده است. قسمت زیادی انشاءات جشنی ساختمانش به انجام رسیده مورد استفاده قرار یافته است که به این وسیله ده‌ها جایهای کاری مهیا گردیده و ساکنان محل با جای کاری تامین. با مبلغ گذاری صاحبکار شاهرخ نظر در مرکز جماعت دهاتی مذکور چندین نقطه‌های خدمت رسانی، حمام، میدانچه ورزشی، صنفخانه‌های علاوگی برای 320 نفر خواننده قامت افروخته و سیمای این گوشه دیار را زیبا نموده است. اجزای صاحبکار در برابر دیگر نقطه‌های خدمت رسانی با خرج بیش از 500,000 سومانی میدانچه ورزشی زمانوی، جای بازی کودکان ساخته مورد استفاده برای قرار دادند که اخلاصمندان ورزش به مشق و تمرین فرا گرفته شدند. همزمان ورزشکاران آبوتاب یافته در رشد ورزش تکان جدی خواهند بخشید. سخن‌های پیشوای معظم ملت امام علی رحمان را سرمشق خود گرفته در آینده نقشه داریم که جایهای کاری نو ساخته مردم را به جای کار تامین نماییم که از آن جمله سیخ دوزندگی، سیخ قنادی و مرکز خدمت رسانی که در محوله انجامیابی است مورد برداری قرار می‌دهیم. در همین مرکز جماعت حمام کشوده، تالار ورزشی، مهمانخانه کشوده به استفاده دادیم که از آن مردم استفاده می‌برند تا حال. با استفاده دادن میدانچه و تالارهای ورزشی، سرتراشخانه، داروخانه، سیخ دوزندگی و قنادی با فراهم آوردن شرایط معاصر به سطح و صفت نیکوحوالی مردم و سالمی آن مساعدت نموده، این عمل از جانب صاحبکاران پیوسته دستگیری خواهد یافت. از اقدام پیشگرفته صاحبکاران وطنی همگان اظهار قناعتمندی می‌نمایند. امروز در جماعت دهاتی سیبستانی ناحیه دنغره میدانچه‌های خردی ساحه ورزش ساخته به استفاده داده شده است و این از توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نسبت به جوانان میباشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همه جانبه در ساحه ورزش یعنی که سیاست ورزش پرورانه دارند و توجه می نمایند و امروز ببینید که در تمام شهر و ناحیه حدود جمهوری تاجیکستان انفراساختارهای ساحه ورزش ساخته به استفاده داده شده است که در اینجا مشق ورزان مشق و تمرین میگیرند و در مسابقه های سطحی منطقوی، ناحیوی و جمهوریوی شرکت نمودند پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا میبردارند. خلق شرفمند تاجیک از قدیم اولایان حس بلندی ملی داشته با چنین خصلت‌های نیک و سازنده خود میتواند هر یک اقدام و دستور و سپارش‌های حکومت مملکت را دستگیری نموده به خاطر پیشرفت دولت صاحب اختیارمان سرجمانه زحمت میکشند تا که برای نسل‌های آینده خلق خود ملک آبادی را به میراث گذارند.